مسئله بسیار نامطلوب دیگری که در کشورهای آسیای مرکزی معمول گردیده است این ایدگردک است. در یگان سرچشمه های دینی خب احکام شرعی یا دلالت های فقه حنفی در مسئله برگزار نمودن ایدگردک خصوصا ایدگردک اطفال یگان خیل اشارت نیست. این رو همه دانشمندان میدونن و باید ما در بالای این مسئله بسیار کار بریم که همین رفتار نامطلوب و نادرست از متن نه تنها برگزاری عید قربان بلکه از متن زندگی ما بیرون آورده شود. شما توجه کنید که وقتی که کودک همچون ایدگردک خانه به خانه میگردد در تفکر و اندیشه او یک خصلتی چیزی را طلب کردن پیدا می شود. وقتی که انسان خصلتی چیزی را طلب کردن در از کودکی در تفکر و در شخصیت او تشکل یافت این خصلت را از روان و از رفتار او بیرون آوردن در مرحله های من بعد بسیار دشوار بگردد. این فضل برادزاده 2015 تا در ماه ینوری 2020 رئیس مرکز اسلام شناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود و 1 مارس 2020 تا امروز همچون دپوتات وکیل گویا مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خورده خو یا که بگیم گویا فعالیت میکنه. دیدین که چی میگه؟ در یگان جای شریعت، در یگان مذهب، در یگان بگیم کتاب‌های اسلامی میگه هیچ چیز درک نشده که کودک‌ها همچون گدا خانه به خانه بروند. اما و میگه که آخه آدم همین یارا گوش میکنه غیر از همین لعنت دیگه هیچی باید به زبانش نیاد. میگه در وجود آدم میگه یک عرف بگیم که عادتی گداگی میگه حس میشوه یا که بگیم که پیدا میشوه. اینا ما دیگر رو مثال نمیارم. ما خورد بدم کودک بدم میکردم خانه به خانه عید میکردیم. این قدیم ایام اومدیه. کاری بد نیست. در شریعت نیست اما کاری بد هم نیست. شریعت هر عملی که به مردم ضرر نداشته باشه به عقیدهش ضرر نداشته باشه او را بگیم که حکم نمیکنه بگیم محدود نمیکنه ناجایز نمیدونش. همین از اون جمله کودکو عید کردنشون. اینا ما عید کردیم. اوزی در وجود ما صفتی طلبیدن نیست. اگر در وجود تو فراد خرزاده بدبخت زاده اگر صفتی گدایی باشه طلبیدنی باشه در وجود من نیست. در دیگر مردم هم باور دارم که نیست. تو امروز اگر که ای گفته بگیریم در وجود آدما میگن صفتی گدایی میاد این تحقیر به نه تنها به کودکای به مردم تاجیکستان های همه قریب همین مردم تاجیکستان میگم کلان سالو عید کردگین کودک بدین ایدگردک کردگین این روی گویا شما را طلبنده گفته شما گویا در وجودتان صفتی گدایی دارین خصوصیتی بگین طلبندگی دارین گپی میره شما معنیش یک بخاطر تحلیل کنین باز هم اون که اومالی گدا هست واقعا طلبنده هم طلبنده داخلی هم طلبنده خارجی تو هم طلبنده برای گپ تو معنی همین را داره که هر کسی عید میکنه در وجود او یک صفت گدایی میگه پیدا میشود و نگاه کنین نخو یک وکیل یک دپوتات بخیزه بر کودکو دشمنی کنه دپوتات نماینده مردم ای پارلمان خانه ملت اما نگاه کنین مردم ای وکیلو بزارن و ای وکیلو ای مردم گرزانن ای مردم اگر بگم بزارن خطا نمیکنن زیرا اینو خورده خواه فقط بحث یا اگر پیدا شود در بگیم صفحه های اینترنتی چی میشود مرغی بسیار تخمکن گوی بهتر شیر میدودگی این همین بحث ها دارند در پارلمان این قدر قانون هایی که علیه مردم اما خود چون برآوردگی انا میرن میخوان قانونی کنن نمیره شما مردم بدونین میخوان که قانونا کودکا را اینمی ایدگردک اینمی خرسانیشون محروم کنن این همین حرامی را بین همین گپا گفته است حتی گفته است که ای زندگی مردمی را باید پال بیرون کنین شما کیین ای قدیم و مگه را شما حق ندارین
ما در آخر فقط برای شما مردم مراجعت میکنم. این حرامزاده ها، این پلید های کثیف ها زبان نمیفهمند، زبان آدمی را نمیفهمند. باید با یا معامله درشت، تند، سرد باید بکنی. یا را باید تحقیر، مسخره و مذاق کنی. گپای سخت تری نباید بگویشون. شما باید که با گپای گوش نکنین، با قانون های ایها اطاعت نکنین. نه یگانه راه نجات شما این همیه. با گپای یا گوش نکنین، با قانون های یا اطاعت نکنین.